تا 25 سالتون نشده تصمیمای حیاتی و مهم و مادام العمر برای زندگیتون نگیرید. برای بچه‌م سخته یه جا بشینه. خیلی راحت حواسش پرت میشه. نکنه بیش فعاله، نکنه ADHD داره. ببینید حواس پرتی بچه‌ها نه تنها طبیعیه بلکه یه بخش مهم از تکامل مغزشونه. مغز بچه‌ها برای یادگیری ساخته شده، نه تمرکز طولانی. بیاید یکم بیشتر با مغز آشنا بشیم. وقتی بچه به دنیا میاد، مغزش بیشتر از 90 میلیارد نورون یا سلول عصبی داره. این نورون‌ها به همدیگه وصل هستن. از زمان تولد تا حدود 3 سالگی این نورون‌ها با یک سرعت باور نکردنی هر لحظه بیشتر و بیشتر به هم وصل میشن. و این باعث میشه که مغز بچه یک توان عجیب و غریب توی یادگیری و انعطاف پذیری داشته باشه. برای همینه که یه بچه ناتوان تازه به دنیا اومده میتونه تا 3 سالگی نه تنها حرف بزنه بلکه چند تا زبون رو یاد بگیره، تحلیل کنه و حساب شما رو بذاره کف دستتون. اما این توان یادگیری خارق‌العاده همزمان یک عیب هم داره و اون نویز یا پارازیت زیاده که نتیجهش میشه تمرکز کمتر توی بچه‌ها. از 3 سالگی به بعد مغز شروع میکنه و این اتصالات رو پاکسازی و هرس میکنه. در واقع میاد اتصالات اضافی و به درد نخور رو از بین میبره. طی این پروسه نویز مغز کاهش پیدا میکنه و کم کم تمرکز بیشتر میشه. علاوه بر این مسئله توی مغز بچه‌ها قشر پیش پیشانی مغز پریفرونتال کورتکس تکامل کافی رو نداره. قشر پیش پیشانی در تمرکز، برنامه‌ریزی، حل مسئله و خودکنترلی نقش مهمی داره. برای همین هم هست که بچه‌ها خودکنترلی زیادی ندارن. شاید جالب باشه بدونید تکامل قشر پیش پیشانی مغز تا حدود 25 سالگی ادامه پیدا میکنه و برای همینه که پیشنهاد میشه تا 25 سالتون نشده تصمیمای حیاتی و مهم و مادام العمر برای زندگیتون نگیرید. این عدم تکامل توی قشر پیش پیشانی باعث میشه مغز بیشتر تمایل به واکنش آنی داشته باشه تا اینکه بخواد فکر کنه، تحلیل کنه و تصمیم بگیره. عوامل فیزیولوژیکی دیگه‌ای در کنار این چیزایی که گفتم باعث میشن که مغز بچه‌ها نسبت به مغز بزرگسال‌ها شیطون‌تر باشه و همه اینا برای اینه که بچه‌ها بتونن بیشتر محیط رو کشف کنن، بیشتر کنجکاوی کنن و بیشتر اطلاعات جمع کنن. کار بچه کشف دنیاست. از شیطنتاش، از کنجکاویاش، از ریخت و پاشاش نگران نشین. در نهایت اینو اضافه بکنم که عوامل محیطی وجود دارن که میتونن تکامل مغز بچه رو به تعویق بندازن و فرد اونطور که باید نتونه تمرکز کنه و خودکنترلی و حل مسئله رو در زندگیش پیاده کنه.